نخستین حمله هوایی منسوب به پاکستان و پایتخت افغانستان در تاریخ خشم و تردید کابل بر اسلام آباد را به اوجش رسانده، آن هم در گرمای رابطه دهلی و کابل. کسانی که مورد هدف بودند از خاک پاکستان صدا بلند کردند و خلیلزاد این حملات را ناکام و شکست خورده خواند. اسلام آباد اما هنوز ساکت است. چرا؟ بینندگان یک در سراسر جهان سلام. من احمد رشاد زریر هستم و با آقای میاگل وثیق آگاه روابط بین الملل پی جواب این سوال میگردم. آقای وثیق، تشکر از حضورتان. و آیا مطمئنید شما که این حملات را پاکستان و خاک افغانستان انجام داده، آن هم به پایتخت کشور، و چرا؟ ممنون. سلام به شما، سلام به بینندگان گرامی و همکاران تکنیکی شما و به ملت افغانستان. من فکر میکنم خب اولی که این اطمینان که گویا حملات پاکستان انجام داده، افغانستان با کشور دیگی که هم مرز باشه، نزدیک باشه، یعنی کدام مشکل هم نداره. درست. و خاصتا با پاکستان که همواره یعنی تلاش کرده که از هر زاویه متاسفانه در تضعیف افغانستان یعنی همیشه کوشش بکنه. و شما قسمی که میفهمین خب تی تی پی خود پاکستان، خود استخبارات پاکستان یک روز ساخت و همونطور که شما میفهمین نه صرفا تی تی پی، یعنی در خاک پاکستان اگر بگوییم که پاکستان در گذشته یعنی طولانی که ما میبینیم یعنی مرکز تربیت تروریسم بوده، یعنی تولیداتش نسبت به هر چیز دیگه تروریسم بیشتر بوده و متاسفانه که نقش یک کشور توریست پرور یعنی بازی کرده. بنابراین حال هم در این وقتا خب شما میفهمید که گفتین چرا حال گویا توریست ها داخل خاک افغانستان که خاصتا موضوع تی تی پی را عنوان میکنن، بله، که در داخل افغانستان است و از طرف افغانستان و یا پناه داده میشه و یا از اونجا میتونن عملات خود تنظیم بکنن. حال زیر از این عنوان این حملات میخواه داخل افغانستان و از این طریق حاکمیت موجود در افغانستان تحت فشار قرار بده تا ای که همواره مثلا برنامه هایشان یا فعالیت هایشان با کشورهای مختلف، با همسایه ها، یعنی از دید و عینک پاکستان تنظیم کنه. خاصتا در این آخر که موضوعی چیز مطرح شده هندوستان. درست. وثیق، این موضوع مهمی است، به این میپردازیم. اول ایره جنبندی بکنیم که این حق را پاکستان داره یا هر کشور دیگه داره که حریم هوایی یک کشور را نقض کنه، حاکمیتش را نقض بکنه و هر جای دلش خواست حمله انجام بده؟ به هیچ وجه هیچ کشور، نه تنها پاکستان، هیچ کشوری حق نداره هرگاه احساس میکنن که تروریست ها داخل خاک افغانستان است، با حاکمیت موجود در تفاهم میشه که آدرس ها را تبادله بکنن، تبادل اطلاعات بکنن، ولی در یک فضای خصمانه نی، در یک فضایی که بتونن همکاری بکنن. هرگاه منظور هرچند وثیق نمونه های حداقل در 2-3 ماه اخیر ما دیگر هم داشتیم در منطقه، از جمله حملات اسرائیل و امریکا به ایران که شباهتی به این داشت، ولی خب شاید قابل مقایسه نباشه چون اونا عملا در جنگن علیه هم دیگر و افغانستان تا اکنون علیه پاکستان اعلان جنگ نکرده. شما میبینین که خب یک تعداد به اصطلاح یعنی گروپایی که مزاحم بوده برای اسرائیل که حزب الله بود، که حماس بود، که حوثی‌ها بود، که چیز بود، اشتر شعبی بود، یعنی چندین گروهی بوده که او را از طرف ایران حمایت می‌شده و مزاحمت ایجاد می‌کرده و ایران هم همواره یعنی تهدید می‌کرده تا مدت زمان گذشته که گویا اسرائیل از روی نقشه دنیا می‌وردن. این یک تهدید وجود داشته. اما آیا حاکمیت افغانستان این حرفا را گفته؟ این توان و این ظرفیت نشان است؟ پاکستان یک کشور اتمی هست
بله. پاکستان یعنی از لحاظ نظامی توان خود داره، ای که در درون چقدر مشکلات داره، چقدر پالیسی غلط اعمال کرده که در داخل خودش مشکلات خود با بلوچ، با پشتون، با سندی، با همه داره و نتونسته یک ملت واحد باشه و همواره دیگرها را به اصطلاح به نظر انسانای درجه دوم دیده و پنجاب به نظر انسان درجه اول و این باعث شده که در اوج همواره این مشکلات باشه و عمران خان شما می‌بینید عمل در زندان است و مشکلات خود دارن و هم چون در این مناطق نفوذ خود بیشتر داره. این نمیشه که ما مقایسه بکنیم یعنی پاکستان با اسرائیل به خاطر که اینجا اینطور مزاحمته که در اون سطح باشه اینطور یک چیز وجود نداشته. درست. اما اگر درسته که در خاک افغانستان تهدیدی برای پاکستان نیست، ولی اگر پاکستان همکاری بخواه و بخواه با مخالفانش گفتگو بکنه، حکومت افغانستان میتونه نقشی بازی کنه؟ خب حکومت افغانستان در گذشته همین پاکستان بود که حمایت کرده، چون این هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. در کنار از این همین گروه های گویا تروریستی که امروز میگن که داخل خاک افغانستان است، یا یعنی در مبارزه مشترک علیه حاکمیت دیروز افغانستان یعنی کارزار را انجام دادن، یعنی میتونن تاثیرگذاری داشته باشه، ولی به این مفهوم نیست که پاکستان مسئولیت خود بالای دولت افغانستان یا بالای حاکمیت موجود برده. همین سوال آقای وثیق که شما بسیار خوب اشاره کردین، اگر پاکستان با وجودی که شما گفتین کشور قدرتمندی است، حالا بم اتم داره، تعاملاتی داره، خب یک جنگی که با هند اخیراً داشت در او هم چندان ناکام نبود در حملات هوایی، یک چنین کشوری چرا مسئولیت خودش را در داخل نمیتونه انجام بده؟ واقعا مشکل پاکستان در داخل چی است؟ این بلوچ ها و خیبر پختونخوا و یک سری کسای دیگه که مخالف حکومت پاکستان هستند چطور قدرتمندن علیه این حکومت؟ یکی که شما اراده هر ملت نادیده نگیرین. درست. یعنی همونطور که شما میفهمین که دوز پیشتر اشاره داشتیم که پشتونا، بلوچا از منابعشون، از امکاناتشون امیر خمسنگی ها استفاده میشه، اما اونطوری که باید خدماتی که به پنجاب ارائه میشه، امکاناتی که در خدمت پنجاب است، حاکمیت در خدمت پنجاب است و دیگرها دست دوم و با خواسته های مشروعشون هم جواب مثبت داده نمیشه و همین است که شما میبینید که همین جنبش آزادی خواهانی بلوچا که او را یا تروریست مینامه، ولی او یک جنبش است که آزادی خود میخواد، یک جنبش است که نمیخواد تحت ستم باشه، او میخواد انسان زندگی کنه، حاکمیت خود داشته باشه. همین رقم پشتونا را شما میفهمین که اون امکاناتی که برای پنجابی است برای پشتون نیست. پشتونا را اینیا در حالت بسیار بد نگاه کردن و همین رقم با سندی ها با ای که نسبتا چیز داره ولی تقریبا عین چیز است. اینی در داخل مشکلات خود داره و پاکستان به عوض از این که مشکلات خود حل کنه و شما می‌بینید از لحاظ اقتصادی و مشکلات جدی دامنگیرش است، برعکس خواسته توریست پروری کنه، باز در این رابطه به اصطلاح آتیشی را که در میده که دامن خودش میگیره، با سر صداش بلند میشه. من فکر میکنم زیادتر فشارم که فعلا وارد میشه بالای حاکمیت موجود در افغانستان، این هدفشون است که چطور بتونن این فشار بیشتر کرده برن تا ای که این روابط با کشورهای دیگه این از دید جو پنهان نباشه و این همه به اصطلاح تابع برنامه‌های خود از اونا باشه. ولی یک چیزی که باید اشاره کنیم که حاکمیت موجود هم مسئولیتایی که برش برمیگرده که نباید هرگاه چنین چیزی می باشه، یعنی نباید به یعنی زمینه‌های مداخله یا این طور حملات یا این تخطی‌هایی را که کشور همسایه پاکستان میکنه زمینه ساز از این نباید باشه. این هرگاه تروریستای وجود داره، هرگاه هستن، یعنی ما امروزشون کار بگه نداریم، برن به خاک خود و همونجا عملیات و کارهای خود انجام بده و دیگه نباشه. و قسمی که دیده هم شد که این حملات را که انجام دادن، دیگه حملات در افغانستان انجام دادن، گویا با منزلی که او آدم بوده، گویا با موتره، ولی او صدایش از گفت که من
خیبر پختونخوا هستم. بله. مناطق خود هستم، از قبایل صدای بلند میکنم. اینی تاریخ است، اینی روز، اینی ساعت است. من زنده هستم و شما به مبارزه تان ادامه بدید. و چیزی که با اهمیت است این است که پاکستان باید آموخته باشه تا اینکه پالیسی های خود در قبال همسایه های خود، در قبال خاصتا افغانستان، شما ببینید تا مدت زمانی که پاکستان موجودیتش است، خصوصا نیم قرن که ما دیدیم همواره تلاش کرده نظام‌های را یا کاتگوری‌های را حمایت کرده که آمدن در افغانستان در قدم نخست کوشش کرده که زیرساخت‌های افغانستان از جمله زیرساخت‌های اقتصادی و دیگه ولی خصوصا نظامی و اردوی افغانستان خواسته که این زیرساخت‌ها بسیار ضعیف و در حدی که نتونه پاسخ بگویه. درست. البته وابستگی‌های از جمله اقتصادی هم افغانستان با پاکستان داره، مهاجرین اونجا هستن، یک سری ناگزیری‌های دیگه هم هست. کاملا این نادیده گرفتن نمیتونیم. اینی به این معنی نیست که ما اعلان افغانستان، افغان‌ها اعلان به اصطلاح مقاطعه و جنگ با پاکستان بار کردن. نمیشه که از این جغرافیا به اصطلاح کوچ کرد. علوم سرزمین ماست، وطن ماست، نمیدونیم. ولی پاکستان هم باید متوجه باشه که به عوض از این که اشخاص و افراد و کاتگوری‌ها را با ملت افغانستان یعنی واقعا طور برخورد داشته باشه که ملت از او راضی باشه. امیال اینی حملات صرفا این مطرح نیست که وجه یک حاکمیت فعلا موجوده. این حملات بالای ملت افغانستان است. این توهین به یک ملت تاریخی افغانستان است و این توهین باعث انزجار و بدبینی در برابر پالیسی های پاکستان و حاکمای پاکستان میشه. خب ظاهرا برشان آقای وثیق برشان فرق نمیکنه، چون آقای دار هفته گذشته گفت که افغانستان نه دوست ماست نه برادر ما. چیزی جالبی گفت. ما دقیق میفهمم که او افغانستان نه دوستش است نه برادرش، ولی افغانستان یک کشور است، افغانستان یک سرزمین است. اما همین نگار افغانستان هم داره که او را دوست و برادر نخوانه، یا برعکس شما فکر میکنین ملت افغانستان ملت پاکستان خوب میبینه؟ خب ملت ها با هم مشکل نداره، ملت ها با هم تفاهم داره، ملت ها با هم فرهنگ مشترک داره، ولی حاکمیت ها هست که این مشکلات ایجاد میکنه. حاکمیت های پاکستان هیچگاه صادقانه نبوده. اگر بخواه حلش کنه در داخل پاکستان، آیا راه حل برش وجود داره که این مشکلاتش را حل کنه، دیگه تهدیدی از خاک خودش علیه خودش نباشه؟ چرا نه میتونه یک نظامی که دو همه به اصطلاح اقوامی که در پاکستان است، نمی صوبه های 4 صوبه که ایجاد کردن، همه خود در اوجه به طور روشن ببینه. در خب حالا بلوچا جدایی میطلبن، حتی گاهی پشتونا هم گفته میشه که بجز جدایی چیزی دیگه نمیخواهن. خب در امو حد فشار وارد میکنه، در امو حد به اصطلاح اینی ناعادلانه برخورد میکنه که پشتونا فکر میکنن که غیر جدایی دیگر راه نیست و تا این مدت زمانی که از موجودیت پاکستان، از تاریخ پاکستان همواره با ایشان برخورد دوگانه شده. روی این ملاحظه با توقع از این دارن که ما نمیتونیم ادامه بدیم گویا با پاکستان و پاکستان همواره با همین پالیسی ها تا امروز پیش آمده و شما میبینین که زیر نام تروریسم و تروریست طی همین سالهای اخیر 20 سال یا بیشتر از 20 سال اکثرا به اصطلاح سران امی اقوام پشتو، خصوصا پشتون و بلوچه، زیر نام‌های مختلف چند تا تروریست خودشان روان کرد، بالاخره رفتن اونجا مردم سرکوب کردن تا همین حس آزادی خواهی و استقلال طلبی و همین حس جدایی و حسی که حقوق خودت مطالبه میکنن این حس کمرنگ بکنه و همون سرانه که میتونه یاره به اصطلاح به تحرک بیاره واره باید سرکوب بکنه. اینی کاملا پالیسی پاکستان بوده و تا امروز امیر ادامه داده. تشکر. و امی است که ملت خود با وابسته نمیدونه. سپاسگزارتان. اما بینندای گرامی وقفه کوتاه میگیریم و باز میگردیم. ادامه گفتگو. آقای وثیق، حالا بریم به این که این حملات همزمان شد با
گرمای رابطه کابل و دهلی که آقای متقی عملا دعوت شد، رسما اونجا رفت و روابط دیپلماتیک در سطح سفارت ارتقا پیدا کرد، معناش چی است؟ خب معناش همی است که شما میفهمین همونطوری که پاکستان با افغانستان برخورد مثلا نادرست و یعنی خلاف همسایه‌داری نیک و روابط نیک دو جانبه داشته، با هند همچنان داشته و یک معضله هم موضوع کشمیر بینشان بوده و چندین بار داخل جنگ شدن. بنان همواره پاکستان تلاش کرده طی مدت زمان که افغانستان در اینی تقابل با هندوستان مثلا جبهه عقبی خود فکر بکنه و یا نظام دیگه باشه که از پاکستان حمایت بکنه و هیچ گونه رابطه نزدیک با هندوستان نداشته باشه. ولی کشور افغانستان کشوری است خب نیاز داره با تمام کشورها رابطه داشته باشه، خاصتا با کشورهای همسایه و در منطقه هندوستان کشور بزرگ اقتصادی است و هندوستان میتونه در بسیار موارد در گذشته هم که شما ببینیم این هندوستان با افغانستان نه صرفا روابط نیک داشته بلکه در امران و آبادی افغانستان در بخش‌های مختلف سهم خود داشته، اما پاکستان همیشه در تخریب خود سهم خود داشته. درست. البته هندوستان شاید قصد بهره برداری از اختلاف و تنش بین کابل و اسلام آباد هم داشته باشه یا نیست اینطور؟ خب حالا که در پولوی ازی چون اسلام آباد با افغانستان همواره از در مخاصمت پیش آمده، هر حاکمیت که بوده مخالفش هم گویا در آغوش خود گرفته و هر حاکمیت بوده براندازی از او کم به مذاقش برابر نبوده، تلاش کرده باز کس دیگه را و در آخر شما شاهد یک سلسله مسائل دیگه هم بودین. بنابراین افغانستان حق داره هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ بخش‌های مختلف در ابعاد مختلف زندگی با کشورهای مختلف، خاصتا همسایه‌ها و کشور هندوستان که از لحاظ اقتصادی کشور بزرگ است میتونه رابطه‌های خوب داشته باشه و برای خودکفایی افغانستان، برای رفع نیازمندی‌های افغانستان یعنی کارهایی را داشته باشه. روی این ملاحظه این حق افغانستان است، ولی پاکستان این را به هیچ وجه نمیخواه و میخواه که افغانستان نظام باشه که یعنی با هندوستان رابطه نیک نداشته باشه، چون اردو کشورهای دارای قوت اتمی است و در تقابل این دو کشور یعنی او کشور خرد نیست که در برابر پاکستان گویا ضعف و ناتوانی از خود نشان بده. روی ملاحظه کوشش میکنن که خصوصا همسایه‌ها و هم موضوع افغانستان که افغانستانی را و اکثرا هندوستان متهم به که گویا بلوچا و پشتونا را گویا حمایت میکنن، اون از او جمعه دیگه حمایت میکنن. یعنی این ضعف خود و ناتوانی خود پاکستان است و پالیسی‌های غلطش است که در برابر اینی به اصطلاح ملت‌های دیگه که در پاکستان است غلط برخورد میکنن و او را از خود ناراض میسازه و که عکس العمل نشان داد باز وارد باید متهم بکنه که با جاهای دیگه گویا رابطه دارن و حمایت میشن و اگر احیانا شون هم این حق خود میدانن به خاطر که اسلام آباد با برخورد دوگانه و غیر عادلانه. درست. وثیق صاحب، افغانستان حالا چه باید بکنه؟ از چه گزینه‌ای در برابر پاکستان استفاده کنه؟ مثلا آقای وزارت دفاع گفت به صراحت که حق دفاع مشروع افغانستان پابرجاست و یک چنین حملات بی‌پاسخ نخواهد ماند. مثلا در حملات پارسال به پکتیا ما گواه یک واکنشی از طرف افغانستان بودیم که یک سری پرتاب‌های مرزبانای افغانستان هم انجام دادن، ولی خب مقایسه نظامی دو کشور به لحاظ نظامی قابل مقایسه نیستن، ولی افغانستان خب در طول تاریخ حتی تا امینک به تازگی یک جنگ جهانی را گویا زده در برابر جمعی از قدرت‌ها و گویا شجاعت ملت افغانستان را بیشتر آگاهان افغان میستاین، میگن این است که حرف اول را میزنه حتی در برابر بمب اتم. ولی واقع گرایانه اگر شما نگاه کنید افغانستان چه گزینه‌ای روی دست داره؟ چه باید بکنه در برابر این کشور؟
افغانستان اگر ما اینطور چیز بکنیم، یکی نظام است، بله. یکی ملت و مردم است. دقیقاً. نظام هم خب او به یقین که از لحاظ نظامی اونو توانایی‌های که از لحاظ قوای هوایی و مدافع هوایی و راکت و ایگپایی که پاکستان داره افغانستان نداره، ولی این به این مفهوم نیست که نمیتونه استفاده بکنه. من فکر میکنم در جنگ روی زمین از لحاظ پیاده افغانستان توانمندی‌های خاص خود داره. افغانستان در طول تاریخ نشان داده که این توانایی را در خود داره و میتونه به اصطلاح از عهده ازی برآید و تاریخ شاهدش است. انگلیس‌ها در افغانستان آمد، روس‌ها در افغانستان آمد، امریکایی‌ها در افغانستان آمد و از لحاظ نیروی زمینی و روحی جنگی و مورال جنگی و مقاومت افغانستان این ظرفیت و توانایی را داره. شاید از لحاظ نظامی در سطح مسائل هوایی و گپا نداشته باشه، ولی این به این مفهوم نیست که گویا این برتری میتونه هر کاری که دل کسی خواست. طرف دیگه ملت است، ملت ها است. این برخوردا و این پیش آمدا، یعنی نفرت و نفرین یک ملت بر علیه حاکمای پاکستان، برای استخبارات پاکستان، یعنی برمی انگیزه و این نفرت نمیشه با توپ و تانگ به اصطلاح چیز کرد، خاموش کرد یا تهدید کرد و یا ایره شکستان. پس شما فکر میکنین پاسخ این اعمال پاکستان نظامی نیست؟ افغانستان نباید مثلا بخواد پاسخ نظامی بده؟ و آیا از راه دیپلماسی پاکستانی که در 70 سال کم و بیش نشان داده که حالا کنار نیامده با افغانستان، آیا بعد از این خواهد آمد اصلا راه دیپلماتیکش چی است؟ آیا از هند فاصله بگیریم یا نه؟ چطور بتونیم در توازن رابطه یک جوری رفتار بکنه افغانستان در دیپلماسی که همزمان هند دوست افغانستان باشه و همزمان دیگه پاکستان دشمن نباشه؟ خب از یک طرف تلاش صورت بگیره که توازن دیپلماسی تا حد زیاد نه صرفا بین هند و پاکستان بلکه بین منطقه و جهان، یعنی توازن اگه حفظ نشه ما متاسفانه قربانی میشیم، ملت باز قربانی میشه و چون از لحاظ نظامی هم توانه نداره و در کنار ازی خب قدرت ها کشورهای بزرگ است، اکثرا کشورهای اتمی است، یعنی افغانستان دیگه ضرر خواهد. ولی چیزی که بسیار با اهمیت است برمیگرده به حاکمیت موجود که چطور میتونه یعنی دل مردم به دست بگیره، چطور میتونه مردم افغانستان که امروز در این طور یک وضعیت قرار گرفته، کسی که در بیرون است در چه حال است، کسی که در داخل است چه حال است، کسی که در حاکمیت است، فقط یگانه راهی است که همدیگر را بپذیرند و واقعا وحدت ایجاد بکنن و همواره در برابر به اصطلاح تمام قدرت‌ها، در برابر تمام تهدیدها، فقط یگانگی و وحدت ملت تانسته به اصطلاح پیروز شود. در غیر از او این تلاش دشمنا بوده که به شکل از اشکال، یعنی به نام قوم، مذهب، سمت و زبان و این آن افغانستان از هم پاشان و از این میان و از این نفاق تانست و در این رابطه موفق هم بوده متاسفانه، یعنی بهره برداری خود کرده. حال افغان ها همه باید را دانسته باشند و حاکمیت هم با خواست های مشروع ملت و سیاسیون باید پاسخ مثبت بگوید و یعنی زمینه اتحاد ملت مساعد بکنه و یعنی برادروار در کنار هم زندگی بکنن. در غیر از او اگر چنین نکنن و این از هم پاشیدگی و تشدد چی در بین بیرون مهاجرین و مردمایی که دیروز بودن امروز نیستن و چی در داخل، این متاسفانه باعث یعنی هیچ کدام به تنهایی نخواهد دانست که افغانستان یک افغانستان توانمند، یک افغانستان با عزت، یک افغانستان قدرتمند بسازه. یعنی فقط یگانه چیزی که میسازه فقط همون که میگن قوت ما در وحدت ماست، این یگانه راهش است. یعنی هر نوع تبعیض باید کنار گذاشت و با خواستهای مشروع مردم ملت
پاسخ داد و ملت متحد ساخت. این یگانه راهش است درست. و همه ای را باید درک شما کنند. آینده را چطور می‌بینید با آقای واقعیت‌های تلخ مواجه هستیم. واقعیت‌های تلخ امروز افغانستان شما میفهمید که چی است. درسته. وسیع صاحب، یک دقیقه بحث برآمدن از این وضعیت چی باید کرد؟ در یک دقیقه برای من بگوین که در آینده باز هم این اتفاقات تکرار خواهد شد از سوی پاکستان یا بعد از این جلوگیری خواهد شد؟ من فکر میکنم اگر پالیسیا چی از طرف حاکمیت و چی از بیرون و همه چنین ادامه پیدا بکنه، متاسفانه توقع از این نمیره که به اصطلاح این مانع این گونه برخوردهای کشور پاکستان یا کشور دیگه باشیم. من فکر میکنم اگر چنین باشه این ادامه خواهد داشت و با گذشت هر روز ما بیچاره خود شدیم. بنابراین فقط راه‌های اساسی و اصلی حل مشکل اول خود قوت بسازیم، بعداً باز عکس العمل ایجاد بکنیم. در غیر از او همه بیچاره خود بود و خب ملت افغانستان قربانی خود داد ولی نخواد گذاشت که هر بیگانه خصوصا کشورهایی که اخراج شوم دارن و میخواین که یک حاکمیت ضعیف ناتوان، یک حاکمیت فرمانبردار در افغانستان باشه، یعنی به این موافق نخواد شدن ولی افغانستان همواره با مشکل مواجه خود. بسیار سپاس از شما آقای وثیق بابت حضورتان در این بحث. ممنون و تشکر از شما هم که بیننده بودید. تا فردا شام لحظه ها بکام.